ای دوستان گوش کنید، یک قصه سر میکنم. یک قصه سر میکنم درباره زنگیری شعر آغاز میکنم. با دختری میگشتم، خوب دوستکاش میداشتم. یه روز که نمیدیدمش تریزشو نمیشکستم. یه روز با درس ناومد، قریب جانم بر اومد. رفتم پیش دودرش، گفتم چی به نیومد؟ گفتو دوری میدوزه هم تکسری میدوزه. گفتم او ایکیان چون با گریه میدوزه. پیش اوچش اومدم، بزالی کردم ناله. دختر تا دوست میدارم، با ناله گفتم خوله. او گپا او شنیده، پیش اوسطور دویده. سرز ادکس کرده، خاطرک ما جمع کرده. نمازی شام گذشته، اوچم خواستگاری رفته. اوچه دختر را روزی کرد، بختی مرا خش کرده. نماله کده راندن، دیوانه ها سر کدن. کاغذ قلم به دست، سر پا را سر کدن. یکمش سوپری بود، دیمش گربشین بود، سیمش اطلس بود. آبی روانش گفتن، اطلسی سیمدارش گفتن، ریمالی ژاپن گفتن، کرتای افغان گفتن. 10 تا شخمتی گفتن، 2 توفلی 4 شپیلکه سیاه سفید گفتن. پخته باشه و کوبش، تخته باشه و کوبش. همه این به حساب یه خر با خودی کش. 2 طبقه 3 تا گو، 2 بقه و 3 مدگو. همه ای را خواندم، خود با خودم گفتم او بو ای مرده که دختر دار مده فرقش نیست بیار. مرغ چوجه به حساب، سگ پشکچه بیار. 40 متل بخمل بیار، 100 قاب کالوش بیار. قورباغه و موش بیار. قند قنفید به حساب، مغز مویزم بیار. 2 تا پلیس آوردم، یه بلاروس آوردم. برای قوری اوچش یه بلاروس آوردم. خلاصه همه این 1.5 میلیون شده. مومشکم 1 میلیون داشت، 500 تا قرضی دار شده. توی کالا نکردیم، 1 سودکه شادی کردیم. برای تگ چودر با 500 تا قرض کردیم. زندگی هم سر شده، جنگ جنجال سر کردیم. بخسور و خشتومن رفتار و بس کردیم. گوش کنید جوره ها قصه زنگیری رو. پول و مولی چی نبوده، نیکی ای زنکی گنده را یک شینوس خوب بوده. منم هستم یه بنده، نمیگم گپی گنده. در توی همه شما هستم دوستان برنده. همه شوخی بود، برای زنگیرو بود. اکم زوکیر زنگیریف، گردش گرده گو بود. تمام شب نخفتم، همیشه را ما گفتم. حتی در یادم هسته